بخشیده به 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مشق پگاهی روزی و همایش مربیان و ورزشکاران مکتب مهارت عالی ورزشی ولایت سوخت برگزار شد. مربیان و ورزشکاران این مکتب ورزشی در مشق‌های پگاهی روزی فعالانه اشتراک نموده بار دیگر از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعلان شدن روزهای شنبه را همچون روز ورزش جانبداری نمودند. مورد به ذکر است که با در نظر داشت آنکه ورزش پگاهی روزی برای سلامتی انسان فایده زیاد دارد، در همه منطقه‌های ولایت سوخت هر هفته روز شنبه مشق‌های پگاهی روزی گذرانیده شده ساکنان گوناگون کسب و کار در این چهاربینی‌های عمومی ورزشی سرجم می‌شوند. پس از مشق‌های پگاهی روزی رهبریت مکتب مهارت عالی ورزشی ولایت سوخت حاضرین را به جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نموده از دستاوردهای ساحه ورزش در زمان صاحب استقلالی کشور یادآور شدند. ذکر گردید که استقلالیت رمز صاحب دولتی و وطنداری ملت سربلند تاجیک، شناسنامه دولت کامل حقوق و صاحب اختیار در جامعه جهانی می باشد. محض فیض صاحب استقلالی و توجه و دستگیری های رهبریت عالی کشور نسبت رشد و عمومیت ورزش بود که امروز ورزشکاران ما امکانیت پیدا نمودند که در عرصه جهانی پرچم کشور عزیزمان را بالا بردارند. جشن استقلالیت مبارک تاجیکستان!